ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم یکم، گفتار 20. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم. تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی ره باختم. مؤلف. جواری را در وقتش آب داده باشم هم وی را از هجوم و تاراج پرندگان نگهداری کردن نمی توانستم. در وقت شیره پیدا کردن دانه هایش را گنجشکان چنان مکیدند که بعضی سرهایشان تخال برین تماما بیدان شده ماند، اما سرهای سلامت مانده مانند شکم آفتابه سفارین پره و غفص شده بودند. اکنون هجوم گنجشکان آنقدر ضرر نکند هم، چون که هر گنجشک با 10-12 دانه سیر می شد. هجوم زاغ‌های سیاه و زاغچه ها که در دهه ما بسیار بودند سر شده بود. اکنون بیم آن بود که جواری تمام تلف شود و ما هم تلف شویم، زیرا ادا کردن قرض مرده پدرم و خوراک زمستانی ما به سلامت ماندن همین جواری وابسته بود و غوزه باشد پای خشک شده کیها تلف شده رفته بود. در خانه ما آرد گندمی مانده بود که تنها برای یگان ماه کفایه می کرد. اما من نمی دانستم که مادرم را به آن حال گذاشته برای جواری هایگویی به یابان روند. در آن وقت عادتاً پرندگان را از کشت جواری های های گله گله های گویان می راندند. لیکن در این میان واقعی روی داد که من خاطر جمعانه به جواری های گویی مشغول شدم. در وقت تنگی احوال مادرم یکی از تقائی هایم علی خان همراه یک نفر همدیهش برای دیدن همشیرش مادرم آمد. نظر به قبر او بعد از گورانیدن اکش ملا تقاییم، مادر و پدرش و دیگر اهل خانوادهش هم همگی بیمار شدند. زنی خودش و زنهای برادرانش مردند. خودش هم بیمار شده بوده است. وقتی که او قدری بهتر شده است، پدر و مادرش برای خبرگیری به ما فرستادند. تقاییم احوال مادرم را وزنین دیده او را به خانه خودهاشان بردن خواست. در آنجا پدر و مادر زنده و من سلامتی یافتم. اما در اینجا به تو که خردسال می باشی و به برادرانت هم نگاه و بین کردنت ضرور است، به مادرت پرستاری کردنت دشوار است گفت. ما راضی شدیم. او 2 چوب را به شکل نردبان درست کرد و به جای پایه های نردبان به آنها ارغمچین کشید که این را سراچه می نامیدند. 2 خر را پس و پیش کرده بروی وی بیمار را دراز خوابانید و بر بالای او یک سوزنی را پوشانیده به راه درآمد. از رفتن مادر چگونه متاسف شدن برادرانم را نمیدانم، اما دل خودم بسیار ویران شد و کوشش می کردم که آواز نبرارم و بیمار را عذاب ندهم. لیکن از گریه بی آواز خودداری کردن نتوانستم. چشمم به چشم مادر افتاد. از چشمانی نیم مرده او قطره‌های بسیار خردی سریشک بر روی زب زرد شده باریک گردیده رفتش
می شاریدند. به هزار درای، گفت در وقتی که خرها به حرکت در آمده بودند. آنها از نظر غایب شده رفتند. من در دل خود او حالا نمی میرد. نخواد که من از پدر و مادر یک باره جدا شوم. گویان خود را تسلی دادم و چشمانم را که از اشکی تلخ سوزش می کردند با آستین پاک کردم. بیشترین وقتی من در یابان می گذشت. در خانه تنها در وقتی آب جوشانده به بیماران دادن و یگان چیز پخته خوراندن می ماندم. شبها بعد از تاریک شدن روز به خانه آمده خوابیده، صبحیدن پیش از سفید شدن روز به سری جواری می رفتم. در یابان کاری مهمی من جواری های گویی بود. اما آن پرندگان شلقین را از یک طرفی زمین پرانم، در حال به طرفی دیگرش آمده به سری خوشه های مروارید مانندی جواری می نشستند. آن پرندگان با کلوخ و سنگ هایی که با فلخبان فلاخون هوا می دادم هیچ اهمیت نمی دادند. هرچند با غریده رفتنی سنگ یا کلوخی فلخبان از سری جواری خیزند هم، پیش از آن که آن سنگ یا کلوخ به زمین غلطد آنها باز به سری جواری می نشستند. در این کار اکرام خواجه پسری دویومی استا عمک تدبیری کرد که من قدری آسوده شدم. او به من فرمود که در قفسی بندی دست آدم به درازی یک آشین یک چوبی سخت یافته با اره و تیشه و رنده و پرمه به سر زمین آوردم. او آن چوب را به شکل لوله تراشیده با رنده سفته کرد و از یک طرف آن چوب به درازیش با پرمه سوراخ نمود. آن سوراخ را به طرف دیگری چوب نبرآورده از بالای نقطه آخرینی وی یک سوراخچه دیگر هم کرد و این اسباب را تپانچه چوبین نام نهاد. در آن وقتها در دهه ما شکارچیان بسیار بودند که ملتق شاخداری قدیمی کار می فرمودند و داروی ملتق باروت را خودهاشان می ساختند. اکرام خواجه از یک شکارچی یک خلطچه دارو آورد و سوراخ چوب را با دارو پر کرده از رویش قدری پخته تیقاند و چوب را به طرف پرندگان راست کرده از سوراخ بالاییش آتش داد. با رسیدن آتش به دارو آن چوب کفیده رفت. خیریت که نه من و نه به او ضرر نرسید. اما از بوی دارو پرندگان از سر زمین چنان گریختند که تا یک ساعت بازگشته نآمدند. خویش اختراچی ما با این قدر از کار خود دست نکشید و دفعه دیگر از چوبی از اولی قفستر باز یک تپانچه چوبین ساخت. این دفعه به سوراخ وی دارو را کمتر انداخت و سخت هم جای نکرد. این دفعه تپانچه ما نکفیده مطلب حاصل شد و با پراندن وی پرنده ها پریده می رفتند. ما صبر می کردیم و هر وقت که پرندگان باز آمدند باز یک بار می پراندیم. به همین طریقه جواری به آسانی از ضرری زیاد ایمن ماند. روز دیگر اکرام خواجه از شکارچیان قدری قرغاشیم آورده ساچمه ریخت. دانه های ساچمه او از ساچمه شکارچیان ریزه تر بوده به قدری دانه های ارزان بودند. اکرام خواجه با این ساچمه و تپانچه چوبین گنجشکان و کفترهای یابایی را شکار می کرد که به خیمچه گذرانیده و به آتش داشته بریان کرده می خوردیم. یک روز شکاری ما برار گرفته 4 دانه کبوتر کفتر شکار کردیم که 2 دانه اش را به برادرانی بیمار بریان کرده دادم. سرهای جواری سفید شده پخته آمده ایستاده بودند. در آن روزها پدر اکرام خواجه استا عمک
که بعد از وفات پدرم بیمار شده بود به پا خیسته اسازنام بیابان برآمد و جواری مرا از نظر گذرانیده سرهای پخته جواریت را پیش شکسته گرفته در جای خون کردن گیر. اگر به پختنی همه اینها یا به خزان ریزی نگران شوی کارت زور می شود. در آن وقتی تنگ به تنهایی این کار را کرده نمی توانی گفت و از پهلوی زمینی جواری ما یک زمینی پاچ پایه جای گندم را نشان داده علاوه کرد. انا در همین جا غون کن که زمینی خشکی سختی هموار است و در اینجا کوفته برداشته گرفتنی دان آسان می شود. من از همان روز سر کرده به جواری غنداری در آمدم. اکنون شبها هم در یابان ماندن در کار بود. من به این مقصد جواری پایه های سرهایشان شکسته گرفته شده را غلطانده برآورده در سری خیرمنم یک کازه چیله ساختم. هر قدر که سرهای جواری را بسیارتر شکسته می گرفتم جواری پایه ها هم همان قدر بسیار شده کازه هم همان قدر باران و شمال ناگذر می شد. آخر جواری پایه ها همان قدر بسیار شدند که نیمه وقت هر روزه ام را برای به خانه کشانده بردن آنها صرف می کردم. در کازه هم شبها در پیش من اکرام خواجه می خوابید و از بس که مادرش اوگی بود به خانهش رفتن نمی خواست. بچگانی تندرست یا از بیماری سلامت یافته دیه هم شبها به پیش ما خون می شدند و تا نیمه های شب گبزنان نشسته بعد خانه به خانه می رفتند و بعضی هاشان که مادری اوگی داشتند در همین جا بروی سرهای جواری یا جواری پایه ها می خوابیدند. یک شب هوا صاف بود. سرمای تندی تیرماهی به بدن کس مانند بگیزی در آتش تفسیده سوزش کنانیده می خلید. در روشنی ماه قیروهای بر روی رستنی ها پیدا شده مانند برف نوباریده یلقاس زنان می نمودند. هر کس می دانست که امشب همه چیزها را خنک می زند و فردا غندار سر می شود. من هم فکر می کردم که اگر امشب سرما زند فردا همه جواری مکه ها را خنداشته گرفتن در کار می شود و حال آنکه هنوز در زمین نیمه جواری پایه بر پای و سرهاشان نشکستگی بود. بعد از سرما زدن آهسته‌کاری به کار نمی رود، چون که به زودی یلگرد شده مردم چارپاهاشان را در یابان آزادانه یله کرده سر می دهند و احتمالی باران باریدن هم هست. در آن وقت همه جواری هایم نابود می شوند. اما یک خودم به تنهایی این قدر چیز را چگونه به زودی می خندارم؟ من در همین گونه فکر و خیال بودم که اکرام خواجه آمد. او از سرما می لرزید و شکایت کنان گفت: خواستم از کرپه های از مادرم به میراث مانده یکیش را بیارم. مادری اوگی نداد. به پدرم گفتم او هم طرفی وی را گرفته. اگر یک کرپچه را گرفته به تو دهم او ناراضی می شود و خودش از بیماری نوخیسته است. عجب نیست که کنده شود. این گونه سرما آدم را نمی کشد. رفتن گیر گفت. باز 3 بچه آمد و یکی از آنها به من گفت: تو برای وابی بیمگویی و محله بالا نرفتی؟ این سخن یک دیگ آبی جوشان بود که به سر من ریخت، یا سنگ آسیا بود که بر سر من گردیده تمامی اعضای بدنم را آردوار ساییده پرتافت. من فهمیدم که مادرم مرده است
و این بچه از کجا باشد شنیده آمده است و به من به همان طرز افاده‌ای که به عقیده خودش شاعرانه و بالایش پوشیده است فهماندن خواسته است. اما به چشمانم آب چرخ نزد، گویا مرا با آن سخن در آتش انداخته گداخته باشد. همه نموتری های بدنم خشکیده بودند. من فکر می کردم اکنون چی کار می کرده باشم؟ در 12 سالگی هم بی پدر و هم بی مادر، برادران بیمار، اکم باشد هر وقت سلامت یابد به خواندن می رود و دادرهای خردسال را هم باید من سراوانی کنم. خواندن و آن خواندن که خود می خواستم و پدر در نفسی واپسینش وصیت کرده بود چی می شود؟ وقتی که آن بچه به من تو برای وا بی بیمگویی نرفتی گفت، یک رفیقش به او لازم نیست، به او تسلی دادن ضرور است، نه اینکه حاصل کنی. گویام پیچ راست زد و به من نگاه کرده سخنش را دوام داد. ضرر ندارد، یک کار می شود می رود. اکرام خواجه هم بی مادر است. غم نخور، هر چی باشد می گذرد، چیست که نگذرد، گفت اکرام خواجه. من 10 سال است که بی مادر زندگانی می کنم، مرا گرگ نخورد. تو مادر نداشته باشی هم، گفت به اکرام خواجه بچه دیگر که تا حال خاموش ایستاده بود، پدر داری و مادری اوگای داری، اما برای این مرا اشاره کرده زور شد که از پدر و مادر یک بار جدا گردید. خدا آسان کند. من که از مادر جدا می شدم، کاش که از پدر هم جدا می شدم، گفت اکرام خواجه آهی کشیده، تا که به دستی مادری اوگای گرفتار نمی گردیدم. انسان وقتی که در یک دشواری بی علاج مانده هر طرف به خود تسلی می جوید، به هر مناسبت از هر چیز برای خود یک تسلی تراشیده می برارد. من هم از این سخنی اکرام خواجه برای خود یک تسلی تراشیده برآوردم و در دل خود گفتم اگر بعد از مردن مادرم پدرم زنده می بود و زنی دیگر می گرفت، در آن وقت چی می کردم؟ البته مادری اوگای مرا روی خوش نمی داد، در خانه راه نمی داد، از کرپه های مادرم به من نمی داد و به بالای این پدری مهربانم را به من نامهربان می کرد. حالا هرچند بی پدر و مادر مانده باشم هم خود به خودم صاحب می باشم. جواری از آنی من، خر از آنی من، دادرها در اختیاری من. درست است که احوالم دشوار است، لیکن از زیر دستی مادری اوگای آسان تر است. انا با همین فکر خیلی تسلی یافتم. تسلی یابی من تا وقتی دوام نمود که رفیقانم را خواب را بود و بعد از آن تنهایی خود را و خصوصا جدایی پدر و مادر را که یگانه غمخواری مهربانی من بودند حس کردم و دیگر باره لشکری اندوه و علم به من هجوم آورده تماما خواصم را فرا گرفت. اکنون با های های گریه کردن می خواستم، اما از بیم ناراحت کردنی رفیقان که محض برای تسلی دادن به من به گردی من غم شده در زیر قیروی تند می خوابیدند خودداری نمودم.
آرزو می کردم که کاری شده همه این غم و کلفت ها هرچند یک چند دقیقه هم باشد از یادم برآید و من اندکی روی آسایش را بینم و با خواهش این آرزو بیت زیرینی یک غزلی بیدل را که پدرم در این گونه موردها بسیار می خواند به یاد آوردم و با آوازی پستی حزین زمزمه کردن گرفتم: ای فراموشی کجایی تا به فریادم رسی، باز اندوهی دلی غم پرورم آمد به یاد. در این وقت سرودی جفترانان شنیده شده مرا به خود مشغول کرد. جفترانانی ریان غژدوان عادتاً در شبهای تابستان در ساعت 10 شب گاو بسته کار سر می کردند و زمین را پیش از برآمدن آفتاب دندانه و ماله کرده نمش را تماماً در خودش نگاه می داشتند. از خشکاندن پرتوی آفتاب ایمن می کردند. در شبهای درازی تیر ماه باشد بعد از نیمه شب کار سر کرده با همان مقصد پیش از طلوع آفتاب کارشان را تمام می نمودند. در این گونه وقتها یگانه تسلی بخش آن جفترانان که با مجبوریت زندگی خواب شیرین را ترک کرده در شب تار کار می کردند سرودخوانی بود. بیشترین دهقانان ریانهای غژدوان و وابکند سرودخوان و ششمقامدان بودند. آنها با وجودی بیسوادی ششمقام را با غزلهای کلاسیکی از پدر و باباهاشان دهن به دهن آموخته بودند. قوه موسیقی شهر بخارا را همیشه اهالی ریانهای غژدوان و وابکند پر کرده می ایستادند. از باقی مانده آنها حافظ خلقی تاجیکستان، استاد ششمقامدان باباقول فیض‌اللهیف از غژدوان و خادم خدمت نشان داده صنعت ازبکستان ناتنویس ششمقام شناس شاهنظر صاحبف از وابکند است. ذاتاً ششمقام خیلی حزن‌انگیز بوده، حقیقتاً ترجمان احوال آن روزه مهنتکشان و از این جمله دهقانان بود. هرچند در فراورد هر یک هوای ششمقام ترانه و اوفرهای خیلی شوخی شورانگیز باشند هم اینها مخصوصی بزمهای خانگی رقصدار بوده. جفترانان به اصل و اساسی هواهای ششمقام که به حال خودشان موافق بود قناعت می کردند. جفترانی که دورتر از خیمنگاه من زمین میراند در هوای صوت عشاق که وی را صوتی کلان هم میگویند یک غزلی بیدل را سر کرد و در اوج آن هوا جفترانی دیگر که دورتر از وی کار میکرد به او یاری داد. من با شنیدنی آن غزل در آن سرود بی آن که آوازی برآرم درون گریسته دلی مصیبت منزل خود را قدری خالی کردم و در اینجا به طرز نمونه نقل کردنی 3 بیت آن غزل را که به احوال آن شبه خودم خیلی موافق بود مناسب دیدم. دلیلی کاروانی اشک ماهی سرد را مانم، اثر پرورد داغم حرفی صاحب درد را مانم. رفیقی وحشتی من غیر داغی دل نمی باشد، در این غربت سرا خورشیدی تنها گرد را مانم. فلک عمریست دور از دوستان می داردم بی دل، بروی صفحه آفاق
بیتی فرد را مانم. بعد از با آخر رسیدن سرودی جفترانی اول، جفترانی دیگر یک غزلی حافظ را که اولش این بیت است: صبا بلوطف بگو آن غزال رعنا را، که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. در هوای عراق سر کرد و در اوج این هوا، جفترانی دیگر به او یاری داد. به همین طریقه سرودخوانی جفترانان در آن یابانی آرام تا پایان شب دوام نمود و وقتی که روز سفید شد آنها خاموش ماندند و رفیقانم بیدار گردیده مرا به طرف خود مشغول کردند. این پرچه یک مرثیه است که احوال آن وقته خود را بعد از 60 سال به قلم آورده به مادری خود بخشیدم. اگر این مصیبت نامه از حد زیاد اندوه آور برآمده خوانندگانی محترم را ناخشنود کند، معذرت می پرسم و مرا که مجبوریت فرزندی خود را قسماً باشد هم ادا کردن خواستم، امیدوارم که ببخشند. حاصل قنداری و صرف محصولات. جواری را با یارمندی خر و اسب همسایگان و بچگان دیه کوفتیم و غلبیر کرده چاش کردیم. حاصل از حاصلاتی که تا آن وقت از آن گونه کشت ها می گرفتند زیاد برآمد. ما از همه اول از چاش با غلبیر تخمیناً برکشیده 15 من 120 پود به یولداشبای برای قرضی گر و کفنی پدر دادیم. میان روان هر یک من 8 پود جواری را 10 تنگه 150 تین نرخ کردند. در بازار نرخ یک من جواری 12 تنگه باشد هم برای از سری خیرمن با جوال و اسب و خری خود برداشته بردنش 2 تنگه کم کردند. یولداشبای 125 تنگه پولی جواری را به قرض خود حساب کرده 25 تنگه باقی مانده را هم به قرضخواهانی میده داد. بعد از ادا کردن قرض یولداشبای و قرضخواهانی دیگر برای خوراکواری خودمان هم تخمیناً 5 من 40 پود جواری سفید ماند که به خانه کشاندم. کوکباش، سرهای نیمرس و تمام سفید نشده جواری را بی برکش به خانه بردم. شما گفتاری 20 را از روی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمخلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی.